وقتی صحبت از تبعیض اتنیکی میشه با کلیشه‌های ثابتی مواجه میشیم. جمله‌ای مثل اینکه ما تو ایران تبعیض اتنیکی نداریم، یا مثلا به همه مردم به یک اندازه ظلم میشه. خیلی هم که کلا صورت مسئله رو پاک میکنن و میگن تفرقه افکنی نکنید. اما کلیشه پرکاربرد دیگه‌ای هم هست. وقتی صحبت از ترک ستیزی و تبعیض علیه ترک‌ها میشه، عده میگن ترک‌ها دیگه چی میگن؟ مملکت دست ترک‌هاست. کدوم تبعیض علیه ترک‌ها صورت گرفته؟ کلیشه مملکت دست ترک‌هاست نه تنها تبعیض علیه ترک‌ها رو انکار میکنه، بلکه ترک‌ها رو جزو طبقه قدرت فرض میکنه و ترک‌ها رو شریک جرم و حکومت قرار میده. اما آیا واقعا حکومت دست ترک‌هاست؟ برای پیدا کردن جواب رفتیم سراغ تحقیقی که در همین زمینه توسط مرکز مطالعات تبریز انجام شده. لینک تحقیق تو کپشن قرار داده شده. میتونید با مراجعه به سایت مرکز مطالعات تبریز با جزئیات بیشتری از این تحقیق آشنا بشید. این تحقیق با استناد به کتاب منتشره توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و مرکز آموزش مدیریت دولتی با عنوان آشنایی با ساختار نظام دولت جمهوری اسلامی ایران، ارکان سیاسی جمهوری اسلامی و نهادهای بالادستی اون انجام شده. در کتاب مذکور ساختار نظام و دولت به این شرح معرفی شده: نیروهای مسلح، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه و مجامع تخصصی. تو این کتاب علاوه بر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولین ارشد نظام هم تعریف شدند و پژوهشگران این تحقیق با مشخص کردن هویت اتنیکی تمامی مسئولین ارشد نظام تحقیق رو انجام دادن. خب حالا بریم ببینیم مملکت دست ترک هاست یا نه. اول میریم سراغ نیروهای مسلح که از نهادهای جداگانه مثل ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع تشکیل شده. بررسی ترکیب قومی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح نشون میده 75% فرماندهان ارشد فارس هستند و استان اصفهان هم دارای بیشترین فرمانده ارشده. 5% از پست‌ها هم در اختیار ترک است. 75% فرماندهان ارشد نیروهای مسلح فارسن، 5% ترک. به نظرتون نیروهای مسلح دست ترک است؟ خب بریم سراغ قوه مقننه. قوه مقننه متشکل از دو نهاد اصلی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبانه. بررسی ترکیب قومی اعضای شورای نگهبان نشون میده که 92% اعضای این شورا فارس هستند و میزان حضور ترک‌ها در این شورا 0%. ترکیب قومی مسئولین ارشد مجلس نیز نشون میده که 59% مسئولین فارس و 11%شون ترکن. به نظرتون قوه مقننه دست ترک است؟ حالا میریم سراغ قوه مجریه. بررسی ترکیب قومی و استانی مدیران ارشد قوه مجریه نشون میده 74% مسئولین ارشد قوه مجریه فارس هستند و 12%شون ترک. راستی ابراهیم رئیسی، حسن روحانی، محمود احمدی نژاد، محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی اینا متعلق به کدوم گروه اتنیکی هستند؟ حالا میریم سراغ قوه قضاییه. بررسی ترکیب قومی استانی مسئولین ارشد قوه قضاییه نشون میده که 67% مسئولین قوه قضاییه فارسن و 22% اونها ترکن. آیا قوه قضاییه دست ترک است؟ حالا میرسیم به آخرین قسمت، یعنی مجامع تخصصی. بررسی ترکیب قومی استانی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نشون میده که 85% اعضای مجمع فارس و 2% اونها ترکن. 85% فارس، 2% ترک. بررسی ترکیب قومی استانی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هم نشون میده که 86% اعضا فارس و هیچ ترکی توی این مجمع حضور نداره. 86% فارس، 0% ترک. بررسی ترکیب قومی استانی اعضای شورای عالی امنیت ملی نشون میده که 83% اونها فارس و 9%شون ترکن. 83% فارس، 9% ترک. بررسی ترکیب قومی و استانی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بیانگر اینه که 87% اعضا فارس و 9%شون ترکن. 87%
فارس، 9% ترک. نتیجه گیری 78% پست های ارشد نظام در اختیار فارس هاست و 8% پست ها در اختیار ترک ها. 78% فارس، 8% ترک. آیا مملکت دست ترک هاست؟ فهمیدیم که مملکت نه تنها دست ترک ها نیست، بلکه که مملکت دست فارس هاست. اما چرا یه همچین کلیشه هایی درست میشه؟ در فرصت مناسب به این موضوع میپردازیم. خدا نگهدار.